خب بچه بریم سراغ آموزش. بچه وارد پلی استور میشیم و تو این قسمت سرچ ما پایدروید تری رو سرچ میکنیم. پایدروید تری روش که اوکی میکنیم و برنامه رو نصب میکنیم، میزنیم روی اوپن. خب این صفحه برامون میاد بالا. در این مرحله ما چه کار باید بکنیم؟ الان بهتون میگم. وارد کانال تلگرام من میشیم که تازه ساختمش، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم یا توی همون کپشن. این برنامه رو، این فایل رو نوشتم ریاکت آن گیم، این رو دانلود میکنید و روی 3 نقطه میزنیم سیو تو دانلود. سیو تو دانلود رو که زدیم روی پایدروید کلیک میکنیم، میریم واردش میشیم. از آیتم هایی که بالا هستش روی این پوشه کلیک میکنیم و بازم روی اوپن میزنیم. خب ما باید چیکار کنیم؟ بعد اون فایلی که ذخیره کردیم رو توی این برنامه اجرا بکنیم. اینترنال استورج میزنیم و میریم روی پوشه دانلود ها. از توی پوشه دانلود ها توی تلگرام، چون تو تلگرام دانلود چیز شده، ذخیره شده، تلگرام رو میزنیم و از این فایل ها نوشته ریاکت آن گیم کلیک میکنیم. میبینید که یک سری هر واقع نوشته براتون اومده. جنریت شروع شد، جنریت 4 و 3 و 2 خلاصه از اینا. خب کاری به اینا نداریم. این پایین و بهتون میگم بچه نتتون باید باز باشه که بهتون کد بده. این گزینه پایین زرد رنگ روش کلیک میکنیم و میبینیم که بله 2 تا کد IPv6 بهمون داده. این دوتا رو دستتون رو نگه دارید روش، براتون میاره که کپیش بکنید. اینا رو کپی میکنیم و میریم سراغ این DNS. این DNS آبی رنگه که سرچ کنید DNS توی فروشگاه براتون بالا میاره. DNS براتون بالا میاد و این 4 تا کادر داره. اول کار این تیک IPv6 براتون بسته است، نیستش. تیک رو اینیبل میزنید و DNS 1 و 2 یک کد الکترویی یا این کدی که من گذاشتم 10.202.10 و الکترو رو با هم میکس میکنیم و اون 2 تا کدی که بهتون داده توی این کادر اولی و دومی اینجا واردش میکنید و استارت رو میزنیم. و بچه بهتون بگم که اگر چون من کانالم جامپ نخورده یا ویو زیاد نگرفته و اینا، احتمال داره که لینکه براتون نیاد. اگر نیامد آیدی تلگرام رو گذاشتم، قدمتون رو چشم، پیام که دادید اون فایل رو برای همتون میفرستم هر کی که دوست داشت. و بهتون میگم سرعت خیلی خیلی فوق العاده ای داره و دیگه نیاز نیستش که برید منت این اون رو بکشید. خب میریم یه تستی هم بزنیم توی پابجی ببینیم که به چه صورته. من اینجا کولر نیست تو اتاق بچه‌ها، اولین بارم هستش که میخوام رکورد بزنم، احتمال داره خیلی لگ بگیره گوشیم دیگه، بزرگی خودتون ببخشید. میبینید که بازی برام بالا. بچه نوب سگم هم پرو هم نیستم، 1.5 سال من بودم بازی نکردم و اینکه قبلا رو آیپد بودم، الان روی گوشی اومدم 5 انگشت. خلاصه که نوب سگ بازی دیدی که بزرگی خودتون ببخشید.